در کوچه های دوردست شهر کابل جوانی را ملاقات می کنم که به گفته خودش آرزوهای بزرگی برای افغانستان در سر دارد. سلام انجینیر صاحب. خوب هستین؟ چیکار دارین؟ وحیدالله صباون موتری ساخته است که با استفاده از انرژی نور آفتاب حرکت می کند و این موتر ثمره 1.5 سال تلاش و کار شبانه روزی اوست. صباون میگوید ساخت این موتر 1.5 سال را در بر گرفته است و $5,000 هزینه برداشته است. این موتر میتواند به شمول راننده 2 نفر انتقال دهد. رنگش آبی است و 2 سولار آفتابگیر در پیشرو و عقب این موتر نصب شده است. این موتر بر علاوه آفتاب از برق نیز نیرو میگیرد. صباون میگوید تلاش داشت تا این موتر با استفاده از انرژی که از باد به دست میآید نیز حرکت کند. اما به علت نبود وسایلی که نیاز داشته است نتوانست بسیاری از طرحهایش را در ساخت این موتر عملی سازد. سرعت موتری که وحیدالله صباون طراح جوان آن را ساخته است به 50 کیلومتر در ساعت میرسد و در 7 ساعت نیروی ذخیره شدهش را مصرف می کند. 1 سال پیش آغاز کردم موتر آفتابی را خواستم بسازم و خوشبختانه بعد از بسیار جنجال و زحمت تونستم تکمیل بکنم. سولار از چارج میگیره، اول چارج تکمیل است، چون چارج نمیگیره ما یک سیستم برش نصب کردیم که بطری وقتی که نکفه وقتی چارج تکمیل شد بطری قطع نمیکنه. 2 سولار استفاده کردیم. سولار پیشو 1.5 وات است، سولار پشت سر 2.5 وات است و هر دویش 400 وات میشه و هر دو سولار میتونه تا 6 ساعت یا 6.5 ساعت بازم نظر به روزهای تابستان و زمستان فرق میکنه بطری را فول چارج کنه و هم در صورتی که بطری صفر باشه. انجینیر صباون که در رشته برق مدرک لیسانس دارد میگوید اگر حکومت و تاجران برای توسعه و تولید این گونه موترها سرمایه گذاری کنند از آلوده شدن هوا و محیط زیست جلوگیری خواهد شد. صباون طرحهای دیگری نیز در نظر دارد اما به علت نبود امکانات اقتصادی عدم پشتیبانی حکومت و تاجران رسیدن به این اهدافش را دشوار میداند. او میگوید هرچند نامه‌ای به رئیس جمهور نیز فرستاده است اما پاسخی در این باره در نیافت. به گفته وی زمانی که موترش را به نمایش گذاشت به جای تشویق از سوی دولتمداران توهین شد. مهندس صباون هنگام آوردن این حرف بر زبان اشک ریخت، شاید از نهایت ناامیدی که بر وی دست داده است. و اما هنوز هم چشم انتظار دارد و امیدوار است تا روز رئیس جمهور و یا یکی از مقامات وی را بخواهند و از طرح وی استقبال کنند. در 20 حمل کل مشخصات تکنیکیش با رئیس جمهور روان کردم و همه چغال نبود. بالاخره در کانتیننتال یک محفل بود، هیچ تشویق نکردم، خیلی توهین کردم، خیلی تحقیر کردم. کل رئیسان بود گفتن که برای خودت تاش پخته نمیدونی، برای دگاه سیمیان تیار کردی، اومدی موتر جور کردی یا چه رقم. رئیس تجارتی به من گفت اگر سر از $5,000 مصرف می‌کنی چوری موتر کلا نمی‌خری. وحیدالله صباون گردیزی از حکومت و تجار ملی می‌خواهد تا مخترعان کشور را تشویق کنند و دفتری برای آنان ایجاد شود تا برای ساخت طرح‌هایشان از حکومت مشوره گیرند. صباون 30 سال دارد. این جوان مخترعی برای عملی کردن این آرزویش موتر کرولایی که داشته است آن را به فروش رسانده. او میگوید هنگام ساخت این موتر با مشکلات مالی روبرو شد و هرچند بارها این مشکلش را با نمایندگان مردم در شورای ملی و حکومت در میان گذاشت کسی به این خواسته وی پاسخ نداده است. اما این مشکل او را از تلاشش باز نداشت. موادی که به کار رفته موادی است که در افغانستان خیلی به دسترس است. با او طراحی و با او گپایی که من می‌خواستم بکنم متاسفانه نتونستیم با مو قسم بسازیمش. با او حد ماش نداریم که بتونیم یک چیز دیگه در پولی خرچ خانه بسازیم. موتر کرولا داشتم، موتر کرولا خود به فروش رساندم، پول او را سری موتر مصرف کردم. وقتی کمبودی کرد در نصف کارم ما $1,000 کمبود کردم. به خاطر $1,000 با بعضی از وکیل صاحبای پارلمان دیدم، با بعضی مقامات دولتی دیدم، با هر جایی که رفتم متاسفانه هیچ کس هیچ نوع همکاری نکردن. خانه مهندس صباون گردیزی کرایی است، مأمور دولت است و از پول فروش موتر نو کرولایش خودش را به عملی کردن این آرزویش که ساختن این موتر بوده است رسانده است. حال برای تمام انجام کارهایش از این موتر کار میگیرد. خانه این طراح جوان در پس کوچه های 4 قلعه چهاردهی کابل است. من میخوایم دفتر دولت ایجاد بکنه، یک مردمای تکنیکی و مسلکی باشن. هر برادر که هر چیز میسازه دولت باید از او آگاه شود که چی میسازه، طرحش خوب است، علمی است، مشورای تکنیکی برش بده. اگر دولت مرمت بکنه ما موتر بدیل قسم میزنیم که حتی بودی هم باشه، از شمال بره، شمال در مقابلش قرار میگیره. حتی قایقای برقی رو مد نظر دارم در قرغه، بند امیر، بعض جای تفریحی دیگه است که از قایق استفاده میکنن، قایقای تیلی یا مثلا مشکل داره شب قایقای برقی استفاده بکنیم. من برای محیط ما یک گام بسیار خوب است، هم یک پیشرفت است برای کشور ما.
سباوون میگوید هنگامی که با مشکلات مالی روبرو شد به هر دری که رفت پاس خرد گرفت تا اینکه یک مرد ناشناس که با وی در فیسبوک دوست بود به وی $2000 آمریکایی قرض داد تا باشد که یکی از آرزوهایش برآورده شود. وی میگوید بسیاری از همسایگان، رسانه‌ها و نزدیکانش وی را تشویق کردند و هنگامی که با این موتر بیرون از خانه می رود هر رهگذری از دیدن این موتر شگفتی زده می شود و با آغوش گرم از آقای سباوون ستایش می کنند.